عرض بکنی مثلا قسمی عقیده‌ای، قسمی عبادتی، قسمی معاملاتی، قسمی آدابی. یعنی دین عبارت چیزانه. یه مقداری عقیده انسان عقیده باید درست بید. رند چه عقیده یا عبادت درست مانده، رند احکام تعاملی درست مانده مردمان، رند آدابی. قبل چه هر چیزی عقیده باید درست بید. اگر عقیده درست بود یه دیگه عمل خیر مانده. اگر عقیده فاسد بود یه دیگه عمل در فاسده. اگر درست هم با نادرست هم. و عبادت ها به قول بعضی از علما تعلیل ششیم که مصلحت خلق برای هستیم. چون که اصلا نماز ما شما چیه نمازوانی؟ برای که نماز تنهانی الفحشای و المنکر، برای که از زشتی و از منکرات انسان ها باز داریتیم، همچنان که در سوره عنکبوت آیه 45 و خداوند عزوجل میشه فرماندهی، میشه خدای تو ما شما را امر بکنی بدون که تعلیل بگوشی، بدون که علت بگوشی، لیکن علت نمازی گوشته و بی خاطر فرمایش کن که اقم الصلاه ان الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. نماز به پاداری که نماز چه زشتی و چه منکرات انسان ها باز داری و ذکر خدا بالاتر چه هر چیزی. یعنی که نماز هم تعلیلش یک چیز زشتی هم باز داری، از فحشا و منکر باز دارید. برای که فحشا و منکرات سبب هلاک انسان در دنیا و آخرت هم. یعنی چی؟ یعنی کسی نماز وانت روچگی داشت و عبادت کرد لیکن چه منکرات هایی باز نداشت، یعنی ثمره عبادتی نچید، چه فایده؟ ولذا مردم همچکا عبادت های شکلی انجام بدن، عبادت های با معنا انجام بدن، عبادت هایی که دارای معنا بنده. پیامبر اکرم فرمایش کرد که نماز پاکیه. ولذا نماز انسانی که نماز وانتی کینه‌توز نبید، ظالم نبید، متکبر نبید، مردمانی حق نوارتی. پیامبر فرمایش کرد که نماز سعادتی، حبوری، ارحنا بها یا بلال، ما را با این نماز راحت بگردین ای بلال. یعنی چی؟ یعنی لسان حال پیامبر گوشه که وقتی که ما نماز مانیم با ثمره نماز چنی، یعنی با خدا نزدیک بی. و صلات و نور، نماز نوری، انسان خیر شر را چه هم دیگه جدای تمیز دانتی، خیرا خیر گندی پیروی بی، شر را شر گندی ازای دوری کن. همه نوری که پیامبر فرماش که خدا فرماش کن و یجعل لکم نورا تمشون به یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفرین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. ای مؤمنان چه خدا تقوا پیشه کنی و ایمان به رسول داشته بی، نه ایمان به امام و امام زاده و قبر و پیر و پاتالی که لچکان یارتا. او وقتی دو برابر رحمت به شما یدنتنی و برای شما رحمتی قرار، نوری قرار دن که با نور راه گندی. پس نماز عبادت ها نورن، پاکیان، سعادتن، میزانن. ولذا وقتی که انسان گناهی خدا نکرده مرتکبی، روشگی تام نیستین، نمازی تام نیستین، مردم حس کن که خدا نزدیک نهی. یعنی چی؟ یعنی گناه باعث که مردم چه خدای دور ببینید. خداوند ما شما چه گناهان دور بکنن تو باید نزدیک بکنید. انشاءالله که موضوع جلسه دیگه ادامه دیم و زگرد خانه کعبه برای شما دعای خیر کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.